دادگاه شهر دوشنبه اورز وزیربکوف یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان او روز 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلام کرده است. مفتشان اورز وزیربکوف را از جمله به افراطگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت قانونی از طریق اینترنت متهم کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین با آن گناهکار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران میرساند و یا تقسیم میکرد از آن خود کرده است. مصاحب رادیو آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت با رادیو آزادی گفت اورز خود را بیگناه میداند و میخواست پروندهش عادلانه تحقیق و محکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمیدادند. به قول مصاحب رادیو آزادی آنها حالا تصمیم نگرفتند که از حکم دادگاه بالایی شکایت برند و یا نه. اورز وزیربکوف و فعال دیگر بدخشانی رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی میکردند با نظرهای تنقیدیشان درباره حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته بودند. پیوندان اورز و رمزی وزیربکوف ها در این مدت بارها درباره قانونشکنی ها ضمن تفتیشات صحبت کردند. آنها میگویند برای حمایت هر دو به وکیلان مدافع در دوشنبه مراجعت کردند، ولی این وکیلان بعد شناسایی با پرونده و ربط داشتن آن به ناآرامی‌های بدخشان نخواستند از حق آنها در دادگاه حمایت کنند. مقامات برای آنها ادوکات تعیین کرده است، ولی به قول خویشاوندان وزیربکوف ها با آنها صحبت نمی‌کنند. صبرینا اوتنبکوف و همسر اورز وزیربکوف در گذشته گفته است که بعد به دوشنبه آوردن از روسیه هیچ درکی از آنها ندارند و به بازداشتگاه تنها غذا و لباس میبرند و تمام. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان این قضیه و پرونده های دیگر ناآرامی های بدخشان را شرح نمیدهند. اورز و رمزی وزیربکوف روز 29 ایول سال 2022 در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در یک نوار ویدیویی که در صحیفه نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سوالهای مقامات درباره ناآرامی‌های بدخشان پاسخ دهند. صبرینا اوتنبکوف و همسر اورز وزیربکوف گفته است که شوهرش اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه‌سازی است. پس از تظاهرات و ناآرامی‌های ماه امسال در بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان 100 نفر از جمله 10 فعال مدنی بدخشان را با اتهام برانگیختن ناآرامی‌ها دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت‌شده‌ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر از حکومت تاجیکستان خواسته است به محاکمه‌های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت‌های غیر قانونی آنها را بحث کنند. این سازمان معتبر حامی حقوق با نشر بیانیه روز 23 آگوست گفت مقامات تاجیکستان باید به این بی‌عدالتی خاتمه داده به عهدنامه‌های بین‌المللی خود برای تامین محاکمه‌های عادلانه پایبند باشند.